این همون روباه هست که بدنشو میبینی تو سیم خاردار گیر کرده بود و یه شب آوردمش خونه، چشاشو بستم و ترمیمش کردم، بتادین زدم به بدنش و نفتالو که خدا رو شکر الان بهبود پیدا کرده که میبینید. یه 2 روزی پیدا نبود، نمیدونم کجا بود، ترسیده بود، حالا نمیدونم چی بود که الان باز آمده پیشم. حیات وحش زیبا و دیدنی در شهرستان خلخال. اگه ما واقعا به حیات وحش احترام بذاریم و شکار نکنیم این حیوانات زیبا به این قشنگی رو، و واقعا نمیدونم چجوری دل بعضیا میاد که اینا رو شکار میکنن، اینا هم دارن نفس میکشن تا خداوند اون کسایی رو آفریده، چه حیوان چه انسان، تو موقعی که نفس میکشن نباید واقعا اذیتشون کرد، آزارشون داد، چه آدم باشه چه حیوان باشه. من اینو اعتقاد دارم، ایمان دارم به این حرف و